از دل و جون تا حل بشه مشکلاتشون. دوستای اون ماشینن سفینه یه خلبا که میره خیلی آروم. ملوان دوستای دریایی و ماهی گیرم بالا بخندون. بنجی بنجی یه دوست مهربون که تعمیر میکنه موتورهاشون. بنجی بنجی به همراه ماشین داستانای خوب آوردن خونه هاتون. انجی بنجی. انجی بنجی در کج خلقی اتوبوس. اینجوری بهتره مگه نه؟ دن تر و تمیز شده برق میزنه. چی شده پاپی؟ فرفری اتوبوس. نمیبرمت خرید. اتوبوس اگه میخوای خراب کاری کنی بهتره پیش انجی بنجی بمونی، فهمیدی؟ فرفری مگه چی شده؟ اتوبوس بد اخلاق شده، اون اذیت میکنه، برای همینم میخوام بدون اون برم خرید. کارم که تموم شد بهت زنگ میذارم انجی بنجی. تو هم بهتره که خوش اخلاق بشی، فرصت کافی داری تا خوش اخلاق بشی. باشه؟ خدافظ. خدافظ انجی. که اینطور. خدافظ فرفری. وقتی اتوبوس بد اخلاق میشه آدم دقیقاً میفهمه باید چی کار کنه. خب همون کارا رو بکنیم که دفعه پیش کردیم. کتاب راهنمام کجاست تا ببینم وقتی اتوبوس میخواد خراب کاری کنه چی کار باید بکنیم؟ خیلی خوب، کتاب راهنما رو بده. ممنون دن. بذار ببینم. این چیه؟ نه، این کتاب همونه که پاپی باهاش بازی گوشی کرد و خرابش کرد. همون روزی بود که تو هم دلت میخواست اذیت کنی. دن، حالا بعد چی کار کنیم؟ یه فکری به نظرم رسید. سعی کنیم یادمون بیاد دفعه پیش چی کار کردیم. یه کمی فکر کنیم. فکر میکنم جای راننده نشستی. درسته پاپی؟ و من و دنم داریم آره همین کارو کردیم. کاپوت رو بلند کردیم، آچار رو برداشتیم و پیچا رو صفر کردیم، بعد زنگو به صدا در آوردیم. اینجوری. این صدای موتوریه که خوب کار میکنه. عالیه. وای. نه، اتوبوس بازم بد اخلاقه. اون میخواد اذیت کنه. زود باش دن، باید بریم. پاپی تو حالت خوبه؟ به نظر میاد که مرحله از کارو فراموش کردیم. به همین دلیل اتوبوسم بد اخلاق و اذیت میکنه. فهمیدم، دکمه قرمز رو فراموش کردیم. پاپی میتونی این کارو کنی؟ یه بار دیگه امتحان میکنیم. کاپوتو بلند میکنیم، کلید رو بر میداریم، پیچا رو صفر میکنیم، دکمه رو فشار میدیم، بعد زنگ رو میزنیم. نه، اتوبوس هنوزم ناراحته. پاپی خودتو محکم نگه دار. چیه انجی بنجی؟ چه خبره؟ اتوبوس داره اذیت میکنه، هنوز خوش اخلاق نشده، برای همینم فرفری بدون اون رفته خرید. فهمیدم. داریم سعی میکنیم یادمون بیاد دفعه پیش چیکار کردیم وقتی اتوبوس بد اخلاق بود. حتما یه چیزی رو فراموش کردیم. میشه کمکمون کنی؟ باشه انجی، صبر کن. شاید اون چیز همون سرشه. آره راست میگی، اون چیز همون سرشه.
راست میگی. بچه‌ها بازم امتحان کنیم. پاپی برو پشت فرمون بشین. کاپوتو بلند میکنیم، آچار رو بر میداریم، پیچا رو محکم میکنیم، بعد دکمه رو فشار میدیم، سرش رو میذاریم و زنگو به صدا در میاریم. ها؟ آفرین آفرین. وای نه، درست نشد. اتوبوس هنوزم بد اخلاقه و میخواد خرابکاری کنه. بچه‌ها بیای. آخه این اتوبوس چه شده ها؟ چه شده؟ وای وحشتناکه. اتوبوس بد اخلاقه و میخواد خرابکاری کنه. برای همینم فلفلی بدون اون رفته. هممون داریم سعی میکنیم یادمون بیاد دفعه پیش چی کار کردیم. اتوبوس همین خلقو داشت اما یه چیزی رو فراموش کردیم. جیم میشه کمکمون کنی؟ باشه حتما انجی بنجی کمکتون میکنم. شما به یه تسمه احتیاج دارین. آره الان میرم میارم. آره درسته. فکرت عالیه. باید تسمه‌ای پیدا کنیم که گرد باشه. زود باشین بچه‌ها، بازم امتحان میکنیم. کاپوتو بلند میکنیم، آچار رو بر میداریم، پیچا رو صفر میکنیم، دکمه رو فشار میدیم، سرش رو میذاریم، تسمه رو میچرخونیم، بعد صدای زنگ رو در میاریم. نه، مثل اینکه اخلاق اتوبوس بدترم شده. بدجوری میخواد اذیت کنه. دن بگو ببینم حالا باید چی کار کنی. الو؟ فرفریه. خریداش تموم شده، داره بر میگرده. بله فرفری. کیو میگی؟ اتوبوسو؟ آره حالش خیلی خوبه. نه مشکلی پیش نیومده. پس 5 دقیقه دیگه همدیگر رو میبینیم. خب بچه‌ها خوب گوش کنین. حالا دیگه باید عجله کنیم. اتوبوس رو میبریم گاراژ و برای آخرین بار امتحانش میکنیم. موفق باشین. فرفری هنوز نیومده. یه بار دیگه سعی کنیم اتوبوس رو درست کنیم. اتوبوس هم دیگه این کارو دست بکشه. سلام انجی بنجی. سلام اتوبوس. سلام فرفری. خب امیدوارم که اتوبوس دست از خرابکاریاش برداشته باشه. آره خوبه چون براش یه چیزی خریدم. براش چیزی گرفتین؟ اون چیه؟ یه زنگ جدیده. زنگ قدیمی یه کمی ترک برداشته بود. ترک برداشته؟ چه اینطور؟ انجی بنجی میشه زنگ جدید رو کار بذاری؟ حتما، مگه ندن؟ اینهاش درست شد. خیلی ممنون انجی بنجی. از اینکه به اتوبوس رسیدی متشکرم. خیلی ممنون از اینکه تونستی اخلاقشو تغییر بدی. خواهش میکنم، کاری نبود. میدونیم بچه‌ها واقعا یه چیزی رو یادم رفته بود برای اینکه دیگه اتوبوس بد اخلاقی نکنه. کاپوتو بلند کردیم، آچار رو برداشتیم، پیچا رو صفر کردیم، دکمه رو فشار دادیم، سرش رو بستیم، تسمه رو انداختیم، بعد زنگ رو عوض کردیم.